Hello there, my friends. I'm Negan Saviors here, and you're watching the DayZ server the day before. Hashtag 2TDB. خب اینجاست که یه ایرانی فشار خوردنش شما به تصویر میبینید، به چشم میبینید. من یک بار رفتم برای کشتن این آدمایی که تو تاورن و نشد که بشه، یعنی پشت یه ماشین منو خفت کردن. حالا با من باشید. اینجا من تاور رو زیر نظر داشتم ولی خب نفهمیدم از کجا خوردم. حقیقت همه جا رو چک کرده بودم، نفهمیدم از کجا خوردم. ولی دوباره برگشتم رو وسایلم، بالاخره موفق شدم وسایلم رو پس بگیرم. نیومده بودم ببرمش، واسم جای سوال بود. چیزایی که میتونستم بگیرم رو گرفتم. علی هم که تو تاور بود، رفتم سمت تاور. این بالا همچین نشسته بودن واسه خودشون داشتن بوچر میکردن جنازه ها رو که صدای مگسا نذاره بذاره صدای پا رو بشنون. ببخشید. آره بعد علی هم ایدش به هم میگفت بیا بالا بیا بالا پیش من گفتم نمیشه، در بستم اینجا. بچه ها علی بچه ها داشتیم ما صحبت میکنیم راجع به اینکه کجان و اینا. میگفت چرا اسمک انداختن بالا، گفتم بخاطر اینکه صدا پاشون رو نشنویم. من خب اینجا قایم شدم که بتونم هم پشت در رو داشته باشم، هم علی طبقات بالا رو داشته باشه و بتونیم در سمت راست علی رو چک کنیم تا اونجایی که بی اصلی شروع شد. دیدم که بهتر المنت اف سورپرایز رو دست ندیم. گفتم بذار یه دونه فلش بنگ بندازم تو، برکه خب بغلای دیوار باشه 100% کور میشه یا روشو میکنه اون برات حداقل روشو کردم میتره که ما میریم تو. بعد عمو رو اینجا دیدم خلاصه که هرچی میتونستیم و نمیتونستیم و برداشتیم، خودمون رو فول گیر کردیم. ولی بعدش صدا پا شنیدیم، صدا پایی که داشتن میمدن بالا سمت ما. تصمیم گرفتیم اینا رو هم بکشیم. ولی یه شانسی که اینجا آوردم هیچ وقت یادم نمیره، اسنایپر پشت سرم بود میخواست منو بزنه ولی تیرش خطا میره. بغل لامپ رو نگاه کنید، بغل کلید پریز رو نگاه کنید برای برق.
اینجا دیگه تصمیم بر این شد که بزنیم بیرون زودتر تا هر چی که فارم کردیم به فنا نره. علی هم داشت الکی تیر میزد اون پشت که طرف اسنایپره جاشو عوض کنه که ما بتونیم اینجا راحت بزنیم بیرون بریم. اینجام که من زدم بیرون رو ببینم که اونایی که برمیگردن رو بتونیم بکشیم که نرن بسله بردارن، چون اینجا سرور شوریه که وقتی ریسپان میشین 1 ساعت طول می‌کشه که دوباره اونجا ریسپان شین. خیلی جالب بود برام که داره فرار میکنه. کجا داری میری؟ واسه با هم بریم. I have no any weapon. من هیچ اسلحه‌ای ندارم ولی خب ببخشید لهجت روسیه، من از روسا بدم میاد. ولی خب جوکر اومده بود دوباره برگشته بود توی تاور برای جمع کردن بسیار. منم نمیتونستم تنهاش بذارم اونجا، پس قصدمون بر این شد که برگردیم. علی اینجا خسته بود آفلاین کرد رفت. من برمیگردم پیش جوکر با مهدی. ولی اینجاست که میگن کار ما بخواد بزنه بعد آدمو میزنه و این که تو هیچ بازی سوروایوی هم شما تا ابد زنده نمیمونی. برگشته بودم تو تاور رو داشتم بقیه وسایل ارگانایز میکردم بردارم. جوکرم با من بود داشت یه سری چیزا رو اون برمیداشت. مهدی یهو گیمش کرش خورد عبازی افتاد بیرون. همین که عبازی افتاد بیرون ما خیلی با خیال راحت نشسته بودیم تا مهدی برگرده، ولی خب اتفاق تلخی در انتظار. یه نفر با شاتگان 3 نفرمون رو هلاک کرد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از ویدیو. اگه دوست داشتین ما رو سابسکرایب کنید، فالو کنید و منتظر ویدیو و کلیپ های بعدی باشید که قوی شروع کردم.